جناب رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم از مکه المکرمه که هجرت میکنه به مدینه المنوره، صهیب رومی قبل از او مسلمان شده، کالاهایی می پوشید که به مثل از او کس نداشت، بوتی را می پوشید که به مثل از او کس نداشت، و پول خو بسیار زیاد داشت، ولی همش را فدای نام رسول خدا کرد صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت کرد، پیش پدر و مادر رفت، گفت که من از پشت رسول خدا میرم صلی الله علیه و سلم، مرا و هر جا بیا سوی محمد صلی الله علیه و سلم که مستت میکند گوی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت عاقت میکنم. پدر و مادر گفت پدر مشکل نیست، عاقم کن. گفت محروم میراثت میکنم. گفت مشکل نیست، محروم میراث کن. تمام هست و بود و دارایی خودتم میگیرم. گفت دیگه مشکل نیست، فقط برای یک شتر میمانم. گفت مشکل نیست، هم یک شترم بمانین میشه، لیکن من به پای رسول خدا میرم صلی الله علیه و سلم. در پشت رسول خدا میره صلی الله علیه و سلم. مالش هم میگیره، اموالش هم میگیره، پول و داراییش هم میگیره. پدر و مادرم از پیشش خفه میشه، پدر و مادرش مشرک و مشرکه است، لیکن او راه رسول خدا را اعلان نمیکنه صلی الله علیه و سلم. شتر را مبارک میگیره، میبراید. چند لحظه منزل کرده که چند تن اسب سوار میآید از کافران، شتری به زیر پایش هم از پیشش میگیره. اون کمی آب و نانی که داشت او را از پیشش میگیره، میگه ای تو را نمیمانم که به پشت رسول خدا بری صلی الله علیه و سلم. میگه کالای جانتم بکش، کالایی که بسیار قیمتی است، کالای جانش را هم میکشه. برای از اینها میته یک کالای کونه و پینه را میپوشه. میره پای بسنگ زده به پشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شیر به ما یاد میته، ای جوانان امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما به خدا امروز بند مود شدیم، بند فیشن شدیم، سنت را گذاشتیم، حبیب خدا را رها کردیم صلی الله علیه و سلم. خواهر ما را امروز ببین چه قسم خود را جور میکنه که بگویی سنت عایشه و فاطمه. میگه تو کونه فکر هستی، فکر تو همون فکرهای کونه را میکنی. حال فرق کرده دنیا، حال مود همی هست، فیشن همی هست. دستهایشان را قسم رنگ ناخون میکنه که نه نمازشان قبول هست، نه وضویشان میشه، نه غسلشان میشه. ایرا ما و شما مردا مسئول هستیم که برشان برسانیم. نمازشان قبول نمیشه، وضویشان نمیشه، چرا که آب داخلی از اون نمیدراید. باور به خدا بکنین، درد است عزیزان دل که باید ما برتان بگویم. امروز یک اعضای بدن ما زیر فشار از قریب قطع شدن هست و اعضای دیگر ما به غم این اعضا نیست. فلسطین اعضای بدن ما هست امروز، هرات اعضای بدن ما هست امروز. ما به این غم نیستیم که یک اعضای بدن ما قطع میشه. نه میگیم ما باشم سعیست، ما خوب بخورم سعیست، ما خوب بنوشم سعیست، روزگار ما خوب باشه سعیست، دکان ما لوکس باشه سعیست، موتر ما لوکس باشه میشه. مردم مرد. تو که از غمی دیگران بی غمی، نشاید نام نهد تو را آدمی.